خدا این ترانه تقدیم به همه دوستانم در منطقه دیای مویی، از طرف دیجی ما یک گوات. امیدوارم هر کلمه راهی به سوی وجدانمان باز کند. این فقط یک هشدار است، نه از روی نفرت، فقط یادآوری پیش از آخرین فرصت. هیچ کس جوانتر نمی شود، ساعت بی صدا به پایان نزدیک می شود. وقتی شب می رسد و چراغا خاموش است، آیا وجدانت هنوز بیدار است؟ چطور با آرامش میخوابی وقتی اشک دیگران بهای لبخند توست؟ اعتماد را خریدی، صداقت را فروختی، دستای پاک را فریب دادی فقط برای پول بیشتر. سمتی که با ظلم جمع شود، روزی مثل خاکستر در باد می رود. حقیقت همیشه راهش را پیدا می کند، حتی اگر سالها طول بکشد. به آینه نگاه کن پیش از آن که خیلی دیر شود. پول، قدرت، مقام، هیچ کدام همراهت نمی آید. امروز هنوز فرصت هست، برگرد و حق را به صاحبش بده. دنیا میگذرد اما اعمالت باقی میماند. عبادت بدون صداقت تنها سایه‌ای از ایمان است. نماز، دعا، زیارت با دل ناپاک کامل نمی شود. اگر مال مردم را بردی، اگر اعتمادشان را شکستی، اول با وجدانت روبرو شو، بعد از خدا طلب بخشش کن. خدا حقیقت را می‌بیند، نه ظاهر را، نه لباس را، نه حرف‌های زیبا را. دانش، صداقت و شرافت سرمایه‌هایی است که هرگز از بین نمی‌رود. انسان دانا اگر زمین بخورد دوباره بلند می شود، اما کسی که همه چیزش بر پای فریب ساخته شده، وقتی سقوط کند دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند. هیچ کس برای همیشه اینجا نمی ماند، همه روزی خواهند رفت. تنها چیزی که می ماند نام نیک یا خاطرای تلخ است. اگر هنوز وجدانی باقی مانده، امروز بهترین روز برای تغییر است. حق را برگردان، دل شکسته را مرهم باش. با پیش از آخرین نفس با خودت آشتی کن. اگر من هم روزی دل کسی را شکسته باشم،
از او پوزش میخوام. همه ما اشتباه میکنیم، اما بزرگی در پذیرفتن اشتباه و جبران آن است. این فقط یک ترانه نیست، دعوتی است برای بیدار شدن پیش از آن که دیر شود.